سلام و عرض ادب خدمت تمامی همراهان ما، همراهان کالینو. یک روز دیگر رو آغاز می‌کنیم. چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه هستش. خب دوستان عزیز، من همینجا یک پوزیشن فروش باز می‌کنم. شما هم پوزیشنتون رو باز بکنین. خب عزیزان، من همینجا معامله اومد توی سود، چون این مقدار محدوده حساسی هستش و امکانش هست که به بالا برگردم، پوزیشنم همینجا فری میکنم. شما پوزیشنتون رو روی چارت فری بکنین که اگر بالا اومد روی چارت پس پوزیشن خارج بشین. خب دوستان عزیز، فری این معامله‌مون خورد، با 4 پیپ ازش خارج شدیم. بریم که پوزیشن‌های بعدی رو شناسایی کنیم و وارد معامله‌های بعدی بشیم. آماده باشین. من موقعیت‌های بعدی که شناسایی شد حتما خدمتتون اعلام میکنم. خب کالای عزیز، من یک دونه پوزیشن سل دیگه باز میکنم. قیمت ورودم شد 33.19. شما یک پوزیشن بگیرین. استاپش رو فعلا این بالا میذارم پشت آخرین سقفی که داشتیم و تارگتش رو هم میارم این کف تا تایم فرممو چک کنم و محل دقیق تری اگر میشد بهتون اعلام میکنم. خب همراهان عزیز کالینو، من تایم فرممو چک کردم و اینکه به خاطر این مقاومت قوی که این پشت هست استاپم رو میارم دوباره روی عدد 44 میذارم. شما استاپتون رو جابجا کنین و بریم که ببینیم چی میشه. امیدوارم خیلی سریع بره و تارگتش رو به ما بده این پوزیشن. خب همراهان کالینو، من اینجا یک پوزیشن سل دیگه باز میکنم یا همون پوزیشن فروش. قیمت ورودم هم هست 33.27. الان بالاتر از پوزیشن قبلیمون بودیم. پوزیشن معتبر شد 2 تا و این رو هم دقیقاً استاپش رو این بالا و تارگتش رو اینجا میذارم. شما پوزیشن دومتون رو باز بکنین. به امید خدا انشالله که میره و تارگت رو به ما میده. خب رفقای تریدر، من اینجا پوزیشنامون رو جفتش رو میخوام ببندم. روی 3305 حمایت داریم. شما هم پوزیشناتون رو ببندید. خیلی سود خفنی شد و اینکه کامل نه تنها دیروز جبران شد بلکه بیشتر هم سود کردیم و خدا شکر برنده هفتمون خیلی تو سوده. امیدوارم که پوزیشن‌ها رو گرفته باشیم و لذت برده باشیم. ممنونم که ما رو همراهی میکنین. من لایو رو به پایان میرسونم و خدا نگهدارتون.